آیا در حیوانات هم رفتارهای فداکارانه و از خودگذشتگی وجود داره؟ آیا ممکنه حیوانی بدون نفع مستقیم برای خودش به یک همنوع یا حتی حیوانی از گونه دیگه کمک کنه؟ مثلا بارها دیده شده نهنگ‌های گوشوش حداقل به ظاهر چنین رفتاری رو نشون میدن. موجوداتی که از مناطق گرمسیر که محل جفتگیریشون هزاران کیلومتر طی می‌کنن تا به آب‌های سرتری برسن که در واقع توش فراوانی غذا وجود داره. و تو این مسیر طولانی بعضی موقع صدای گروهی از نهنگ‌های قاتل رو میشنون که در حال اذیت و آزار و مثلا شکار یک فوک هستن و در کمال تعجب می‌بینیم که یکی از نهنگ‌ها از گروه مسیری که میرفته جدا میشه و به سرعت میره سمت فوک مورد حمله و با ضربات سهمگین بالهای پهن و عظیمش نهنگ‌های قاتل 8 متری رو فراری میده و وقتی خطر رفع شد سریع به مسئله اصلی و گروه خودش باز میگرده، جوری که انگار صرفاً مثلا به ندای کمک اون فوک پاسخ داده. اصلا نهنگ‌های گوشپشت به انجام این نوع مأموریت‌های نجات خودجوش معروف هستن. حالا واقعا چرا وقت و انرژی رو صرف میکنه و حتی جون خودش رو به خطر میندازه، اونم فقط برای یه فوک؟ مگه طبیعت این مکان بیرحم و خشن نیست که توش جایی برای مهربونی وجود نداره؟ پس دلیل این رفتارها چیه؟ اینجاست که کتاب منشأ گناه از چارلز داروین میتونه کمکمون کنه، چون ما رو با مفهومی به نام بقای اصله آشنا میکنه، یا همون بقای شایسته ترین، بقای سازگارترین، سوروایوال آف د فیتست. یعنی حیواناتی که در طبیعت وجود دارن و در واقع زنده میمونن لزوما قوی ترین حیوانات نیستن. یعنی اصلا کلمه فیتنس یا تناسب اصلح بودن به قدرت فیزیک یک حیوان اشاره نمیکنه، بلکه به این معنیه که چقدر احتمال داره یه موجود بتونه ژن‌هاش رو به نسل بعدی منتقل کنه. این یعنی فیت‌ترین و سازگارترین حیوانات اونایی هستن که بتونن مدت کافی زنده بمونن تا تولید مثل کنن. حالا ممکنه این ویژگی در یه شکارچی قوی وجود داشته باشه یا در موجوداتی که خیلی کوچکن، ولی خب ویژگی‌های منحصر به فردی دارن. مثلا تیم ورک و کار گروهی قوی دارن. یه سری مراقب بچه‌ها هستن، یه سری وظیفه دفاع دارن، یه سری وظیفه ساخت و ساز دارن و بعضی‌ها مسئول جمع‌آوری غذا هستن و این همکاری شانس بقا و ادامه نسل رو در واقع در اون گونه زیاد میکنه. جالبه بدونید همکاری در دنیای حیوانات میتونه بین گونه‌های مختلف هم صورت بگیره و اینجاست که میرسیم به سوال اول ویدیو که آیا حیوانات از روی مرام و معرفت به هم کمک میکنن یا این یه همکاری برد و دو طرف است که به بقای اونها میتونه کمک کنه؟ مثلا کلینر رس‌ها یا همون ماهی‌های راس با دقت بدن ماهی‌های دیگر رو بررسی میکنن و هر انگل یا خونخواری که پیدا کنن رو میخورن که در قلمروی حیوانات به این نوع رابطه‌ها که دو طرف ازش سود میبرن میگیم میوچوالیسم یا همون همزیستی سودمند دو طرفه. اما همین رابطه میتونه مثلا حالت انگلی هم پیدا کنه، یعنی اگر ماهی رس احساس کنه میتونه یواشکی یه گاز اضافه بزنه، ممکنه یه گاز از خود ماهی میزبان هم بگیره. البته این حالت در واقع انگلی موقتی و ماهی رس خیلی زود برمیگره به حالت نرمال و همون تمیزکاری دقیق و حرفه‌ای خودش رو ادامه میده. یعنی در کل این همکاری باعث شانس بقای بیشتر در هر دو گونه میشه. رسم‌ها مثلا شکم خودشون رو سیر میکنن و اون یکی هم از انگل‌های مزاحم در واقع خلاص میشه. در نتیجه احتمال بقا و تولید مثل و انتقال ژن‌های اونا رو به نسل بعدی بیشتر میکنه. البته این همکاری دو طرفه بعضی موقع میتونه پیچیده‌تر باشه، یعنی ممکنه این همکاری احتمال مرگ اون حیوان رو بیشتر کنه ولی در عین حال شانس انتقال ژن‌هاش رو به نسل بعد بیشتر کنه. چجوری؟ با یه مثال توضیح میدم به شرطی که شما یادتون نره ویدیو رو لایک کنین. ببینید مثلا میرکت‌ها یه استراتژی خیلی جالبی دارن. وقتی برای شکار یا پیدا کردن غذا مشغول کندن زمین هستن، معمولا یکیشون نقش نگهبان رو داره که اگه شکارچی نزدیک بشه بتونه با صدای مخصوص هشدار خطر بده تا همه بتونن سریع به مخفیگاهشون برن. و خب با اینکه این تقسیم وظایف خیلی مفید و در واقع ضروریه، ولی اون میرکت نگهبان نه تنها نمیتونه همون موقع شکمش رو سیر کنه، بلکه اصلا با صدای هشداری که در میاره خودش رو در معرض خطر بیشتر قرار میده و احتمال شکار خودش بالاتر میره. خب پس اگر شانس بقاش کمتر میشه، چجوری شانس انتقال ژن‌هاش به نسل بعد بیشتر میشه؟ چون خیلی از زیستشناسان فرگشتی معتقدن حیوانات به دو شکل میتونن ژن‌هاشون رو انتقال بدن، یا به صورت مستقیم با تولید مثل و آوردن بچه خودشون، یا به صورت غیر مستقیم و با کمک به خویشاوندان ژنتیکشون برای تولید مثل و داشتن فرزند. یعنی میرکت‌های نگهبان هم احتمالاً از همین مزیت غیر مستقیم استفاده میکنن، چون معمولاً گروه‌هاشون از اعضایی تشکیل شدن که از نظر ژنتیکی به هم نزدیکن و یه جوری فامیل هم محسوب میشن. در نتیجه تولید مثل میرکت‌های گروهشون یه جورایی غیر مستقیم میتونه به انتقال ژن‌های میرکت نگهبان هم کمک کنه. البته حیوانات لازم نیست حتما خویشاونده هم باشن تا از همدیگه مراقبت کنن. مثلا توی خفاش‌های خوناشام کاستاریکایی فقط چند شب شکار ناموفق میتونه باعث گرسنگی شدید و حتی مرگ اون خفاش بشه. و خیلی جالبه وقتی یه خفاش داره از گرسنگی میمیره، یه خفاش دیگه ممکنه بخشی از غذایی که خورده رو بالا بیاره و بهش بده تا یه شانس دوباره برای زندگی بهش ببخشه. البته این کار برای خفاشی که غذا میده
یه هزینه قابل توجهه. اما این رفتار باعث شکل‌گیری یک نوع رابطه بدبستونی میشه که بهش میگیم هم نودوستی متقابل، reciprocal altruism. یعنی این یه دوستی بی‌منت روی مثلا از خودگذشتگی و فداکاری نیست. چون وقتی یه خفاش غذاشو به خفاش دیگه میده، در واقع انتظار دریافت همین کمک مشابه رو در آینده داره. در نتیجه در بیشتر مواقع وقتی حیوانات به هم کمک میکنن در ازای غذا و برای بقا و یا کمک به تولید مثل و انتقال ژن‌هاشون، و یا اصلا برای لطف متقابل این کارو انجام میدن، یعنی از روی مرام و معرفت نیست. البته هنوز 100% نمیشه قاطعانه گفت که تو حیوانات هیچ نوع دوستی مثلا واقعی و خالص و فداکارانه‌ای وجود نداره، ولی خب احتمالش خیلی کمه، یا حداقل پدیده نادریه که ما هنوز نتونستیم شاهدش باشیم. مثلا هنوز نمیدونیم چرا نهنگ‌های گوش‌پشتی گفتم میرم سراغ مثلا دفاع از نهنگ‌های غیر خویشاوند خودشون، یا حتی عجیب‌تر از اون چرا بعضی موقع جون فوک‌ها رو در برابر شکارچیانشون نجات میدن. ولی چیزی که میدونیم اینه که خیلی بعیده این کار به ظاهر فداکارانه نشونه مهربونی از خودگذشتگی اون حیوان باشه و احتمالاً دلایل دیگه‌ای پشتش هست که فعلا نمیدونیم و احتمال میدیم این جنس از صفات تا اینجای کار فقط مختص گونه انسان باشه. پس قدر خودتون رو به عنوان هوشمندترین گونه زمین که قابلیت فداکاری و کمک به دیگران داره رو بدونید. اگرم علاقه‌مند به ویدیوهای این چنینی هستید، پیشنهاد می‌کنم این 2 تا ویدیوی پیج رو هم از دست ندید و یادتون نره کانال رو هم سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. دم همتون گرم. فعلا